سلام به تو بیننده کانال خلاصه فیلم. به کانال خودت خوش آمدی. تو این کانال خلاصه فیلم های جذاب گذاشته میشه، پس کانال ما رو سابسکرایب کن تا فیلم های جدید ما رو از دست ندهی. تو این قسمت میخوام خلاصه فیلم Close My Eyes رو برای شما خلاصه کنم. این فیلم پر از صحنه میباشد. شروع فیلم با صحنه‌ای هست که یک خواهر و برادر به اسمهای ناتالی و ریچارد با هم میرن رستوران و بعد اینکه برمیگردن خونه هم رو میبوسن. در ادامه ریچارد میره به یه شهر دیگه و آنجا با یک دختر دیگر رابطه داره. وقتی خواهرش ناتالی بهش زنگ میزنه، میفهمه که ریچارد تو آفیس لخت هست و به همین خاطر عصبی میشه و گوشی رو قطع میکنه. بعد از 2 سال ریچارد به شهر قبلیش برمیگرده و کار پیدا میکنه و تو کارش پیشرفت میکنه. یک روز میره تا خواهرش ناتالی که با یک مرد ثروتمند ازدواج کرده رو ببینه که از نگاه‌های معنادار ریچارد به ناتالی میشه فهمید که یک رابطه‌ای بین این 2 نفر وجود داره. بعد چند روز ناتالی میاد تا ریچارد رو ببینه و آنطور که معلومه اونها با هم قرار داشتن و خواهر دیر کرده. ریچارد به همین خاطر عصبانیه و به ناتالی میگه حالا که قالبت صاحب داره میخوام بکنم توش آجر پاره. چرا دیر کردی؟ میدونی چند ساعت منتظرتم. ناتالی برای اینکه خشم ریچارد رو فروکش کنه از لبای برادرش میبوسه. ریچارد میخواد فراتر بره و قله‌های موفقیت رو ترقی کنه، ولی ناتالی نمیذاره و میگه که تا الان از این بدن استفاده کردی. بس کن و داستان رو تمام کن. ناتالی که تا همین الانش میگفت داداش، بعدش میگه بذار یواش. تو ادامه میرن تا ریچارد بذاره یواش. به این صورت مثل قحطی زده های سومالی که چندین سال غذا ندیدن همدیگر رو میخورن. تمام فیلم هایی که من برای شما خلاصه میکنم جذاب و صحنه دار هستند. پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا این فیلم ها رو از دست ندهید. تو صحنه بعد ریچارد با خانواده شوهر خواهرش رفتن پیکنیک. ریچارد هم از میان اون همه آدم فقط از خواهرش عکس میگیره. ناتالی به ریچارد میگه که تو منو نمودی. بس کن و از سرم دست بردار. من نمیخواهم دیگه عمو چنگیز تو رو در خودم احساس کنم و عمو حشمت شوهرم برای من کافی است. ولی ریچارد دست بردار نیست. تو صحنه بعد میبینیم که ناتالی جسم سخت شوهرش رو تو خودش احساس کرده و همینجوری داره لذت‌ها رو یکی پس از دیگری کسب میکنه. روز بعد ناتالی برادرش ریچارد رو میبره داخل یک خونه که شوهرش داره میسازه و همونجا با برادرش کارهای زیبا و حسنه میکنه. این فیلم تا دلتون بخواد از این صحنه‌ها داره. فردای آن روز ناتالی با لباسهای زیبا میاد و خودش رو به ریچارد نمایش میده. همین باعث میشه که دوباره یک بار دیگه با هم رابطه داشته باشن. ناتالی وقتی با شوهرش تماس میگیره میگه که من داخل یک هتل هستم و همه چی مرتب است. ولی پس از مدتی شوهرش با هتلی که ناتالی گفته بود در آنجا اقامت دارد تماس میگیرد و متصدی هتل میگوید که ما مسافری با اسم ناتالی نداریم. وقتی ناتالی برمیگرده پیش شوهرش از اون راجع به هتل میپرسه که ناتالی با دروغ قضیه رو جمع میکنه. ریچارد موخه یک دختره دیگر رو میزنه. بعدش به خواهرش ناتالی زنگ میزنه و میگه که یه سوس به ما دادی و مننت گذاشتی، به همین خاطر منم دوست دختر جدید پیدا کردم و میرم تا سوسش رو بتر کنم. ریچارد پاهای دوست دختر جدیدش رو میماله و مرحله بمب گذاری رو شروع میکنه. ناتالی هم که تو فکر جسم سخت ریچارد هست حسادت میکنه و قصه میخوره و گریه میکنه. روز بعد که همدیگر رو میبینن ریچارد میخواد که ناتالی رو دستمالی کند، ولی ناتالی اجازه نمیده و میگه که برو همون سوس رو بخور. سوس لیسه بدبخت. ناتالی میگه که من به تو به عنوان یک دوست نیاز دارم که تو این حین ریچارد قاطی میکنه و با هم درگیر میشن و ناتالی ریچارد رو ترک میکنه و میره. چند روز بعد ریچارد که دوری ناتالی رو نتوانسته تحمل کنه به خانه ناتالی میرود، ولی ناتالی در خانه نیست و شوهر او ریچارد رو سوار یک قایق کرده و ریچارد رو میبرد. شوهر ناتالی به ریچارد میگوید که ناتالی به من دروغ میگوید و با مرد دیگری در رابطه است. ریچارد در جواب میگوید که خوب، حالا فکر میکنی ناتالی با چه کسی رابطه دارد؟ شوهر ناتالی میگوید که تو به من بگو، ولی ریچارد میگوید که به ابوالفضل قسم من نمیدانم. وقتی به خانه برمیگردند ناتالی در خانه است و به ریچارد میگوید که آنقدر سوس لیسی من رو کردی که ما داریم از دست تو فرار میکنیم و قرار است به آمریکا مهاجرت کنیم. ریچارد در قراری که با ناتالی دارد به او میگوید که تو رو خدا به آمریکا نرو. من بدون سوسه تو چیکار کنم و شروع میکنه به گریه کردن. ریچارد که نمیتونه غم دوری سوسه ناتالی رو تحمل کند، قرص خورده و قصد خودکشی دارد، ولی ناتالی جان او را نجات می‌دهد و از کشته شدن او جلوگیری می‌کند. در انتها شوهر ناتالی از رابطه بین ناتالی و ریچارد با خبر می‌شود و با این داستان کنار آمده و از رفتن به آمریکا منصرف می‌شوند. در واقع آنها ناتالی را بین خود تقسیم می‌کنند. کانال ما را سابسکرایب کنید تا به ما برای ادامه کار انگیزه بدهید. تا فیلم بعدی بدرود.